لیما امیری به آرزویش رسید. آهنگ جدید و باور نکردنی لیما امیری با حسام فرزان و رفتار عجیب لیما امیری در صفحات مجازی. لیما امیری بالاخره در امریکا هنرمند شد. دلیل هنرمند شدن لیما امیری فاش شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما دوستداران خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. لیما امیری یکی از مجریان موفق با استعداد و توانایی کشور و شهرت و محبوبیت خاص رسانه‌ای دارد. لیما امیری با اشتراک در برنامه‌های مختلف در سن طفولیت در تلویزیون طلوع و ساختن برنامه هوای تازه با غلام سخی شهرت و محبوبیت خوبی در میان مردم افغانستان کسب کرد. لیما امیری عاشقانه به کارهای رسانه‌ایش می‌پردازد و همواره در افغانستان برنامه‌های مختلف برای طفلان کشور ثبت می‌کرد. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، لیما امیری با خانواده‌اش به کشور کانادا پناهنده شد. در کشور کانادا کاملا با شکل شمایل جدیدش برنامه‌های مختلف برای تلویزیون جهانی فضا و چینل یوتیوب باربود موزیک نشر می‌کرد. برنامه‌های لیما امیری در کشور کانادا هم مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت و این تازگی‌ها لیما امیری می‌خواهد با حسام فرزان دوست و همکار هنری‌اش آهنگ جدید نشر کند. سرودن آهنگ مشترک لیما امیری با حسام فرزان مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفته است و قرار است لیما امیری تا یک ماه دیگر آهنگش را برای دوستداران و طرفداران صدایش از طریق چینل یوتیوب باربود موزیک نشر کند. لیما امیری در کانادا مصروف ادامه تحصیلاتش است. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال استدعا دارم. آرزوی خوشبختی برایش آرزو دارم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لیما امیری به اشتراک بگذارید. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.